خیلی از ماها فکر میکنیم که اولین تجاوز اعراب به ایران زمین در سال 633 میلادی و در زمان خلیفه اول یعنی ابوبکر شروع شد. همون حمله‌ای که اعراب در اون انواع و اقسام جنایات و وحشیگری ها رو علیه مردم ایران انجام دادن. حمله‌ای که باعث نابودی کامل پادشاهی ساسانیان در ایران شد. اما واقعیت اینه که شروع حقیقی حمله اعراب به ایران در سالها قبل یعنی در سال 318 میلادی بود. در اون سالها دربار ساسانیان آشفته و بدون پادشاه بود و حکومت به دست ملکه و وزرای ساسانی اداره میشد. همین هم باعث شده بود که قبایل متحد شده عرب از این فرصت استفاده کنند و به سرزمینای ایران شهر هجوم ببرند. این حملات در حالی بود که ایرانی‌ها بارها با اونا مدارا کرده بودند، اما در نهایت ایرانی‌ها درس بزرگی به اعراب دادند و از اونا عبرتی ساختن که در تاریخ کم نظیر بوده. اگه میخواید با چگونگی این انتقام خوفناک از اعراب آشنا بشید، با کنجکاو تیوی همراه باشید. با سلام به همه شما عزیزان، من رامتین هستم و در این ویدیو با شما همراه خواهم بود. همینطور که گفتیم قبل از سال 318 میلادی اعراب بارها به مرزهای ایران یورش بردند و غارت‌های بسیاری رو انجام دادند و تلفات قابل توجهی از مردم بیگناه ایرانی گرفتند. در اون زمان ایران بدون پادشاه بود و شاپور دوم هنوز بالغ نشده بود. از اونجایی که اعراب قصد نداشتند که دست از سر ایران بکشن و به حملات خودشون ادامه میدادن، شاپور دوم زودتر از موعد خودش در جایگاه پادشاهی قرار گرفت و در حالی که تنها 16 سال داشت با عنوان اولین اقدامش لشکر توانمندی رو برای تنبیه تازیان مهاجم گردآوری کرد. اولین تهاجم بزرگ اعراب به ایران به فرماندهی قروة بن مخلب آغاز شد. به نقل یکی از مورخین قدیمی، شمار سربازای قروة بن مخلب اینقدر زیاد بود که گفته شده بود از شمار ریگ‌های بیابونا بیشتره. او به شوش حمله ور شد و بعد از فتح این شهر سربازاش هر چیزی رو که قابل حمل بود از این شهر دزدیدن و به یغما بردن و همه مرد و زنای جوان رو به اسارت بردن، به طوری که وقتی سپاه اعراب از شوش گذشت از شهر غیر از ویرانه ای باقی نمونده بود. در سال 328 میلادی بود که این سردار عرب تصمیم گرفت که به پایتخت ساسانیان یعنی تیسفون حمله ور بشه و کار شاپور دوم رو که سن زیادی هم نداشت یکسره کنه. تیسفون نزدیک به 600 سال بود که پایتخت ایران بود و در کنار رود دجله قرار داشت. شاپور دوم قبل از حرکت کردن سپاهش برای مقابله با سپاه دشمن در جلسه‌ای با سرداری سپاهش به شور نشست و گفت که باید سپاه اعراب رو قبل از رسیدن به تیسفون متلاشی کنه. از اونجایی که در شهر تیسفون 8 تا پل وجود داشت که شرق و غرب این شهر رو به هم وصل می‌کرد، شاپور به سردارای سپاه گفت که اگه نتونستیم سپاه اعراب رو متلاشی کنیم، بایستی همه پلای شهر تیسفون رو ویران و خراب کنیم تا اعراب نتونن به راحتی وارد شهر ما بشن. در نهایت شاپور دوم که نمیخواست نیروهای عرب به پایتخت نزدیک بشن، با پذیرفتن فرماندهی سپاه و به همراه تعداد زیادی از نیروهاش به استقبال قروة بن مخلب رفت. در روز 10 آبان سال 328 میلادی این دو سپاه در کنار رود دجله به همدیگه رسیدن. از اونجایی که این دو سپاه در غروب اون روز به همدیگه رسیدن، هر دو سپاه متوجه شدن که به خاطر اتمام روز نمیتونن در تاریکی بجنگن. برای همین هر دو تصمیم گرفتن که اردوگاه سپاه خودشون رو برای استراحت سپاهیاشون برپا کنن و صبح فردا جنگو شروع کنن. همین که صدای خروس سحری از کنار رود دجله به گوش رسید، شاپور دوم نخست حمله رو آغاز کرد. نیروهای شاپور دوم 3 جناح بودن: چپ، راست و وسط. سردار عرب همه منجنیقای خودش رو مقابل 2 جناح چپ و راست قرار داد تا شاپور دوم نتونه عرابه ها و اسباشو به کار بندازه. اینجا بود که شاپور دوم تصمیم گرفت که جناح وسط یعنی قلب سپاهش با عرابه به سمت نیروهای اعراب حمله کنن. قروة بن مخلب که در قلب سپاه خودش بود، وقتی که دید عرابه های جنگی به سمت قلب جبهه او دارن میان، فرمان داد که هر چه سریعتر منجنیقایی که در کناره های سپاه بود به مرکز سپاه بیارن. اما دیگه وقتی برای انجام این کار نمونده بود. عرابه های شاپور دوم طوری بر مرکز سپاه سردار عرب فشار وارد کردند که قلب سپاهش رو مجبور به عقب نشینی کردند.
جدای از موفقیت ایرونی‌ها در شکستن قلب سپاه اعراب، اینجا بود که سوارهای ایرانی جناح راست سپاه اعراب رو هم از هم پاشوندن. نیروهای ذخیره شاپور به جناح چپ اعراب زدن و این جناح رو هم از کار انداختن و با این کار تونستن سپاه اعراب رو دور بزنن و از پشت قلب سپاه اعراب در بیان. بنابراین اون چیزی که قربت ابن مخلب از اول ازش میترسید به سرش اومد، یعنی قلب سپاهش کاملا محاصره شد. از اونجایی که او عادت داشت اسیرای ایرانی رو بکشه و در تمام حملاتش این کار رو کرده بود، میدونست که اگه اسیر شاپور دوم بشه عاقبت بدی در انتظارشه. مخلب به فکر فرار افتاد، اما همه راههای فرار رو بسته دید، چون از 4 طرف سپاهش محاصره شده بود. این محاصره چندین روز طول کشید. اعراب بارها تلاش جدی برای از بین بردن خط محاصره نیروهای ایرانی انجام دادن، ولی هر بار با شکست روبرو شدن. در نهایت این عدم موفقیت در شکستن خط محاصره باعث شد که نیروهای سپاه اعراب دسته دسته تسلیم نیروهای ساسانی بشن و هر لحظه دور قربت ابن مخلب خالی تر بشه. در نهایت قربت ابن مخلب دستگیر شد و نیروهای ایرانی اونو پیش شاپور دوم بردن. بعد از روبرو شدن این دو فرمانده هر دو متحیر شدن. سردار شکست خورده عرب از زیبایی شاپور دوم حیرت کرد و شاپور هم از زشتی قربت ابن مخلب. شاپور به مخلب اجازه نشستن داد و از او در مورد قتل و غارتی که سپاه اعراب در نبردهای قبل بر سر ایرانی ها آورده بودند بازخواست کرد. شاپور دوم بعد از بازخواست به مخلب گفت که تو اگر بدون قتل و غارت و اسارت اتباع من به جنگ من می آمدی و بعد شکست می خوردی، من از تو فقط غرامت می گرفتم و تو را مجازات نمی کردم. ولی تو بارها به کشور من تهاجم کردی و بنا به اعتراف خودت به غیر از تاراج اموال مردم من 115,000 نفر از اتباع مرا نابود کردی. مخلب در جواب به او گفت که در کشور تو سرداری مثل من وجود ندارد و تو می توانی از من در جنگ ها خیلی استفاده کنی. پس از قتل من صرف نظر کن تا اینکه من با رسیدن به یک منصب بزرگ وارد خدمت تو شوم. شاپور دوم جواب داد که اگر این تقاضای تو را بپذیرم، جواب آن 115,000 تنی که به قتل رساندی را چطور بدهم؟ مخلب جواب داد که آنها از بین رفتن و از تو نخواهند پرسید که چرا از کشتن من صرف نظر کردی. شاپور جواب داد که ابن مخلب، شاید کالبد جسمانی اون افراد در این جهان نباشه، اما اونها از بین نرفتند و حیات آنها همیشگی است. در نهایت شاپور دوم قربت ابن مخلب رو به دست نیروهاش داد تا اونو به کیفر اعمالش برسونن و اونو بکشن. شاپور دوم جدای از این جنگ درگیری‌های دیگه‌ای با دیگر قبایل اعراب هم داشت که همه اونا در جنوب عراق و حواشی خلیج فارس امروزی بود که در همه این نبردها او تونست اعراب رو شکست بده و اونا رو راهی بیابونای شمال عربستان امروزی کنه. او برای جلوگیری از حملات آینده اعراب به ایران زمین کارهای مختلفی انجام داد که مهمترین اونا این بود که او دستور داد که تعداد زیادی از اعراب رو که کشته شده بودن بیارن و از شونه هاشون طناب عبور بدن و بعدش هم اجساد اونا رو بر سر راه کاروان‌های عرب قرار بدن تا ببینن و عبرت بگیرن. همین کار شاپور دوم بود که باعث شد بهش لقب ذوالاکتاف به معنی صاحب کتف‌ها رو بدن. اقدام دیگه‌ای که شاپور برای جلوگیری از هجوم دوباره اعراب انجام داد این بود که در جنوب فرات و در شرق عربستان دولت مستقلی با نام هیره تشکیل داد و دستور داد دیوار بزرگی رو در نزدیکی هیره یا بصره امروزی با نام دیوار شاپور بسازند. گرچه همه این کارا باعث شد که سالها اعراب فکر حمله به ایران شهر دیگه به ذهنشون خطور نکنه، اما متاسفانه بعد از مدت قابل توجهی اعراب باز هم هوس حمله به ایران به ذهنشون خطور کرد که اوج حملات و جنایات اونها در دوران خلافت ابوبکر، عمر و عثمان رخ داد. یورشی که باعث کشته شدن یزدگرد سوم و از بین رفتن پادشاهی ساسانیان در ایران شد. حمله‌ای که در حین اون مردم ایران مورد شدیدترین و سخت‌ترین آزار و اذیت‌ها قرار گرفتند، از تجاوز به کودکان و زنان گرفته تا اسیر کردن اونا و فرستادنشون به شهرهای عرب نشین و فروختنشون. شاید همه ماها دوست داشتیم که شاپور دوم بعد از حمله اصلی اعراب به ایران
به حکومت میرسید و اون موقع انتقام ایرانی ها رو از اعراب میگرفت. اما این موضوع به هیچ عنوان از افتخار آمیز بودن و ارزشمندی پیروزی هایی که شاپور در مقابل اعراب به دست آورد رو در ذهن ایرانی ها کم نمیکنه.